در آیات قرآن کریم کم آیاتان است. و کلم الله موسی تکلیما. موسی علیه السلام. از امو خاطر جعد ابن درهم شما خبر داری؟ عبدالله قصری رحمه الله حاکم وقت بود، روز عید قربان بود، به مردم اعلان کرد، به مردم، خالد ابن عبدالله قصری به مردم اعلان کرد که شما بروید قربانیایتان ذبح کنید بعد از نماز عید، الله قربانیایتان قبول کنه، من یک قربانی میکنم. ماشاءالله الله مغفرت زیاد براش نصیب بکنه. خالد چی؟ همین جعد ابن درهم خالد ابن عبدالله آورد، او به جای قربانی او را ذبح کرد، به خاطر که عقیده چی را؟ غیر مخلوق بودن کلام الله را او رواج داده بود، از او خاطر از بین برد شد. خب ده خب وقت قربانی کرد شد. دیگه کسی که عقیده به این داشته باشه که کلام الله مخلوق است و کافر است. چرا کافر است؟ بگوید. به خاطر که عقیده نداره که الله امروی موسی علیه السلام کلام کرده، الله امروی پیغمبر بگوید کلام کرده، الله در روز قیامت امروی ما کلام میکنه. کسی که آیات های قرآن قبول نداشته مسلمان است یا کافر؟ از او خاطر کافر است. این مسئله مهمی عقیده است. انشاءالله براتون کفایت میکنه. کلام الله از این آیات معلوم شد که حتی یسمع کلام. با کافر کدام آیات ها را میخونه؟ این می آیات های قرآن. امیر الله چی گفت؟ کلام الله گفت. از او خاطر قرآن کلام الله متعال است. این موضوع از اینجا ثابت شد. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. چرا دستبرداری اعلان میشه؟ پابند تعهدات و فرامین و قوانین که مسلمان ها زیاد است. چرا اعلان دستبرداری میشه؟ الله علتش بیان میکنه. حال دشمن این شبهه را وارد کرده نمیتونه که شما گرفت تعهداتتان میده کردین. نه، با کسی که تعهدات موقت بود تا آخر وقتش چی کردیم؟ بردیم. تنها کسی که نقض عهد کرده بود و کسی که خطش تعهد نبود برای ازوای اعلان شد که چیست؟ 4 ماه وقت داری. چند ماه وقت داری؟ 4 ماه. و این کفار صحیح است که قطما بنا بر ضرورتی روز میای صلح میکنه، اما در قلب قطعا صلح را خوش نداره. این را یاد داشته باشید. این پیمانی که قطما میکنه از روی دل است یا از روی زبان؟ قرآن میگه، من نمیگم، الله میگه. کیف یکون للمشرکین عهد. چه قسم باشه برای مشرکین تعهد، پیمان، حفاظت کردن پیمانا عند الله و عند رسوله، بنزد الله و بنزد پیغمبرش. چرا؟ الا الذين عاهدتم، بجز از کسانی که شما تعهد کرده امرایشان عند المسجد الحرام، در مسجد حرام، نزدیک مسجد حرام. این حدیبیه است. پیغمبر در حدیبیه قطعش چی کرده بود؟ معلوم شد که مراد از حرم کل حرم مکی را میگه. از زمین آیت بعضی علما استدلال میکنه که در کل حرم اگر کسی نماز بخونه یک نماز برابر یک لک است. تنها در خود مسجد حرام نیست خاص، بلکه در کل ساحه است. چرا الله متعال صلح حدیبیه در حدود حرم است. در حدود چیست؟ او را مسجد حرام نامیده. چی نامیده؟ از امو خاطر در حدیث که در مسجد حرام یک نماز به یک لک نماز آمده، این کل همی ساحه را شامل میشه. یعنی در کل ساحه اگر کسی بخونه یک نمازش یک لک نماز است. فما استقاموا لكم، تا وقتی که یا برابر هستند برای شما، استقامت اختیار کرده یعنی محکم نگاه میکنه تعهد خدا، فاستقیموا له، شما مستقیم شوه، برابر شوه، حفاظت کنی پیمان قطش. ان الله، یقینا الله متعال يحب المتقین، دوست داره متقین. متقین اینجا کیست؟ کسی که تعهدات رعایت میکنه، این و آن نمیکنه. درس اسلام چیست؟ بهانه گیری نکنی یا مسلمان، تاویل باویل در گپایت نکنی. تا فلان وقت تعهد کردی او تعهد میده نکرده، حالی توی لبانه نکنی که اینطور است اونطور است. نه، تا وقتی که وا تعهد پیمانه تکمیل نکنن تم قطش تکمیل کو. در اینجا الله متعال گفت چه قسم برای مشرکین تعهد باشه. این چرا میگه؟ پیغمبر خو برای مشرکین تعهد کرد، او الله میگه چه رقم باشه. یکی حقیقت تعهد است، یکی صورت. یکی وقوع پیمان است، صورت پیمان است. یکی اصلی حقیقت پیمان است. اصلی حقیقت پیمان با مشرک شده نمیتونه. چرا؟ حقیقت پیمان و رابطه چی وقت میشه؟ که مفکوره و عقیده، کدام عقیده که ما دارم توم داشته باشی، اون وقت بالکل تعهدات چی میشه؟ تکمیل میشه. آدم میتونه که تکمیل بکنه. چرا؟ همون نظریه که تو داری ما دارم. تو قدر حرام میدانی، من حرام میدارم. تو با نکردن حرام میدانی، من. اون وقت میشه اصلی تعهد.
لیکن یکی وقوع تعهد و صورت تعهد است. پیغمبر علیه السلام امرای مشرکین صورت تعهد کرده. آیا مشرک در وقتی که تعهد میکرد در دلش همی بود که من پوره میکنم، یعنی که خیانت میکنم؟ در دلش بود که خیانت میکنم، فقط صورت کرد. قرآن برای ما میگه این حالی کیف چه قسم باشه تعهد برای مشرکین. و یظهروا علیکم اگر غالب بیا بالای شما، لا یرقبوا فیکم انتظار نداره در بینتان، الا خودگیداری را، قرابت ولا ذمتا، نه کدام پیمانه، هیچ کدامشه در لحاظ نمیکنه. حتی که قریبشان باشی در کسیت نیست نه سری تو تعرض میکنه. خیری تعهد که قطع میکنه، از ترس جهاد میکنه. حالی از ترس قطع تو یک کمی صورت تعهد میکنه، اما حقیقت تعهد نداره. این گپی کیست؟ گپی کیست؟ آیا این آیت قرآن همی چند هزار ملا و مولوی و سید و ناسید و نامولوی که جمع شده بود، ملک و ناملک در مو خیمه، این آیت خوانده بودن یا خوانده بودن؟ کدام رقم بودن؟ الله خو میگه که مشرکین تعهد نداره. این تعهدات روی یک مصلحت است. امریکا که مصلحتش در افغانستان نباشه، یک روز یک روپیه خودش مصرف نمیکنه. قرآن میگه برام امیالی اگر زورش برسه باور بکو اگر پشتی تعهد بگرده. تعهد چند دفعه تعهد کردن که ما سری مردم عام بمبارد نمیکنیم. در تعهد استاد شد یا نه؟ استاد شد؟ نشد استاد. در روزی که یک نفرشان کشت، در مردم عادی تفنگ خود دور داده، در مقابل 10 نفر شهید کرده. کدام تعهد عملی کرده؟ این چیزی است که ما با چشم سر دیدیم. اگر حالی هم سر آیت قرآن الله نفهمیم، این جدا موضوع است، در پیش الله باز می رویم، پیش میشیم. قرآن خو میگه که تعهد یا نداره. چه قسم تعهد قطع جا بسته میکنی؟ و یظهروا علیکم اگر غالب بیا بالای شما، لا یرقبوا انتظار ندارن، فیکم در بین شما الا خودگیداری را، لحاظ زیرم نداره، ولا ذمتا، نت پیمان و تعهد، یردونکم شما را خوش میسازه، بیافواهیم توسط زبانای خود، چرب زبان داره. هی که پرسان نکن، ورقه بیار، این ترکو اون ترکو، سازمان ملل است، پارچگک است، این گپ است اون گپ است. سوریه چطور شد؟ کجا شدی تعهداتی بین الملل؟ در برما که مردم درد داده میشه، این حقوق بشریت تجاوز نیست؟ چرا خیر خود آرام گرفته؟ این چرا؟ حقوق بشر نیست؟ بله، حقوق بشر برای پیاده کردن بیدینی در ممالک اسلامی است، دیگه هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست. این برنامه برای پیاده کردن چیز بیدینی در ممالک اسلامی است، به نام حقوق بشر. به نام حقوق کی؟ بشر. خود جایی که مسلمان کشته میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، هیچ حقوقی بشر نیست. هیچ حقوقی بشر وجود نداره. خودشان میفهمند. بشارت تعالی را موجود است. این نامت عراق چی میکنه؟ بگوی بمبارد کرد. عراق چی کرد؟ لیکن عراق هم برش میگه که تو بد کردی؟ نه، هیچ بد کردن نیست. چرا؟ اهداف یکی است، فکر یکی است، مقصد یکی است. گوش تنواز است یا نیست؟ گوش آواز کنی، گوش آواز کنی که یهود و نصارا و برادرای یهود و نصارا کیست؟ پیشرو یهود و نصارا کیست؟ در ممالک اسلامی برای پیاده کردن یهودیت و نصرانیت کدام طایفه ها کار میکنه؟ ایران باید آشنا شوی. قرآن برای ما میگه خیر. و تابا قلوبهم، این کار میکنه دلشان ایره نمیپذیره که با بیا امرای مسلمان تعهد امضا کنه. نه، این گپار نه. و اکثرهم فاسقون. بله، یک تا شاید پیدا شود. راستی بعضی به دموکراسی خود عقیده داره. کمونیستای ما با کمونیستی خودی قدر پابند است تعالی را. چی میکنه؟ چی میگه؟ امو خانه که نجیب برم داده او را تغییر نداده. اینطوری میگه این کمونیستا یا همونطور است. یک تا پیدا میشه در بینشان. قرآن از او خاطر کلگی را نمیگه. و اکثرهم فاسقون، اکثریت از یا فاسق است. تعهد و پابند پیمانا کسی است که او فاسق نباشه. فسق او را میگه که پابند تعهدات نباشه. یا فاسق هستند، در کسیش نیستند. هرگاه که موقع برشان میسر میشه میده میکنه. دلیل اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا. بله، یگانه علت ادب پابندی چیست؟
که آدم سری پیمان خود باقی نمیمانه. همین کفار هم در پیمان خود باقی نماندن. فقط اینمی علتش است. اشتروا برگزیدن، خریدن بی آیات الله، در مقابل آیات های الله، ثمنا قلیلا، قیمت ناچیزی دنیا را. فصدوا عن سبیله، منع کردن مسلمانان از راه الله. یک ترجمه، فصدوا خود منع کردن، عن سبیله از راه الله متعال، یعنی پامندی تعهدات نکردن که سرش عمل میکردن. چرا؟ به خاطری که مال و متاع دنیا را برگزیدن. پیش نظر از واه فقط متاع دنیا است. اگر برش چشمه نفت میاثر شد، باز تعهد معهد وجود نداره. مقصد در دستش بیاید. اگر معدنای افغانستان در دستش بیاید، باز بعد از او پشتی تعهدی تو نمیگرده که تو تعهد کرده یا نکرده. مقصد چیز به دست بیاید. علت است که محبت دنیا را داره. از یک طرفی علت نپابندی تعهدات از یار الله بیان کرد که محبت دنیاست. چرا؟ وا زیر نظرش فقط مسائل دنیاست. خو لیکن یک درس عظیم برای مؤمنا هم است. مؤمنا چرا پابند نیست تعهدات خدا؟ ما و شما زیاد تعهدات داریم. یک تعهد با الله، یک تعهد با نفس و یک تعهد با مخلوق الله داریم. کل از این را باید عملی کنیم. لیکن کی از پیش ما خراب میشه؟ کی خراب میشه؟ راستانه بگه. زمانی که محبت دنیا چی شود؟ غالب شود. محبتی که به الله داری زمان خراب میشه که محبت دنیا غالب شود. محبتی که با مخلوق داری، رابطه تعهدی با مخلوق داری، زمان خراب میشه که محبت دنیا قطع چی شود. دو نفر شریک است، 4 روز بعد جنگش میبره. سر چی میبره؟ در حالی که دوستی و برادری میکردن، یک رقم بودن. این موضوعاتی است که قرآن برای ما بیان میکنه. انهم ساء ما كانوا يعملون، یقینا این مردم خیلی بد هستند. آن چیزی که انجام میده، کدام عمل کردی که انجام میده خیلی بد است. چرا خیلی بد است؟ آدم هوشیار متاع دنیا را مد نظر نمیگیره. انسان که ارزش پیدا میکنه توسط اخلاقیات، سلوک و روشش است، توسط مال و متاع دنیا نیست. انسان که حیثیت پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه، توسط مواصفات درونی وجودش است، نه توسط امور بیرونی. یک آدم بیلدینگ داره اما سلام نمیپرته، مردم آنقدر بغض قطعش میکنه که پرسان نکن. به خاطر چی؟ اخلاق نداره، روش نداره، روش انسانی نداره. قرآن درس میده که مردم ها فقط متاع دنیا را مد نظر گرفته، دیگه هم ارزش ها را پایمال کرده. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، یا نه تنها شما را بلکه مؤمن حقایق برملا میکنه کتاب الله. 1400 سال پیش یه گپ گفته بود الله. این کفار تنها دشمنای افغانستان نیست، دشمنای سوریه، چچن، فلسطین نیست. یا دشمنای کیست؟ کیست؟ گپی ماست یا گپی الله؟ گپی الله است. این گپی الله متعال است. لا يرقبون، لحاظ نمیکنه، فی مؤمنین، در حق مرد مؤمن و چیستا شخص مؤمن، الا نه قرابت و نزدیکی را، ولا ذمتا، نه عهد و پیمانه، لحاظ هیچ کدامش نداره که زورش برسه کلیت از بین میبره. خود حق کل مؤمن یا فقط پلتا چراغ پشتی کی گرفته؟ بگه مؤمن واقعی. دو قسم مؤمنا داریم، یکی مؤمن امریکایی. مؤمن امریکایی را میشناسی؟ و یکی مؤمنی که مؤمن قرآن است. یا فقط پلتا چراغ پشتی کی گرفته؟ مؤمن قرآن گرفته. مؤمن امریکایی را کار نداره. مؤمن امریکایی، مؤمن غربی او را میگه، او را شما میفهمید که نقطه جهاد در اساسنامهش موجود نباشه، به هر عنوان که باشه، که امیالی موضوع جهاد پیشش نبود، خط سرش بکشه. حتما یک راگک قطش داره، یک راگک میشناسی یا نمیشناسی؟ دیگه نکته ها را شما بدانید. ما جماعت های خیلی زیاد داریم، داد از اسلام میزنه، لاف میزنه، خب اما جهاد چی میکنه؟ جنگ میگه. چی میگه؟ و ایرانی برش میگه. بفهمه که ریشگک در یک جای دیگه داره. فهمیدی؟ از اونجا بیاری میشه. اگر چی در ظاهری طور نمازها روزه ها را میگیره که پرسان نکو، خب گپ دیگه جای است. دنیای کفر، دنیای غرب فقط دشمنی کدام نقطه است؟ کدام نقطه؟ جهاد چراست؟
چرا نقطه جهاد بد میبرن؟ جهاد نشانه بیداری و هوشیاری مؤمن است. او مؤمن خوابالوده را کار داره، متکاسل و غافل کار داره. او جهاد کاری کیست؟ کاری مؤمنی برجسته، فعال، نشید. از او خاطر ضد جهاد است، نمیگذاره. خب من نمیگم، قرآن میگه نمیخواه لا یرقبون فی مؤمن، لحاظ نمیکنه در مورد شخص مؤمن الا نه قرابت و نزدیکی را ولا ذمتا، نه عهد و پیمانه. و اولئک هم المعتدون، اینمی مردم ما تجاوز نکردیم یا تجاوز کرده. اینمی مردم معتدون است. در افغانستان ما تجاوز کردیم، در روسیه رفتیم یا روسیه سر ما آمد؟ افغانا در امریکا رفته، امریکا سری افغان آمده. خیر یک پاسپورت بکشن که همونجا افغانی ها رفته، افغانی ها رفته باشه امریکا را خراب کرده باشه. کجا است؟ الله میگه همیشه معتدین یاسته، تجاوز یا میکنه. مسلمان ها تجاوز نکرده، نمیکنه. مسلمان ها دفاع از حقوقی خود میکنه، از اسلام خود میکنه، از آبرو و عزت خود میکنه. همیشه در جنگ دفاعی قرار داره، در جنگ تعرضی قرار نداره. کوکی در کجاست؟ قرآن قصه نیست، قرآن قصه نیست. هدایات الله متعال است که تا روز قیامت چی میشه؟ تطبیق میشه. تا روز قیامت تطبیق میشه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، در هر مرحله الله دعوت میده، را بند نمیسازه. یک تعداد خو رفته، بری در روی ایتان او پرتی که کمی بیدار شوی. در این رایتا که شما خو بری باز خلاص هستی. باز هم مسلمان های خوابالود جور میشیم همراه ما یک جای. من خب بیا زو هم خوابالود هستم. خب خیر شما از ما که در کمی نشید باشه. خب است فإن تابوا، اگر رجوع میکنن به سوی ایمان، یعنی اسلام میپذیره، و اقام الصلاة، نشانه ایمانی خدا برملا میسازه توسط قائم کردن نماز، به وجه درست نماز انجام میده، نماز منافقانه نباشه. و آتوا الزکات، میدهد زکات، رابطه خدا با خالق و مخلوق برقرار میکنه. فاخوانکم فی الدین، هیچ تعرض سرش نمیکنه. چرا؟ برادرای دینی تان شد، در دین برادر شد. و برادر دینی مالش، آبرویش، عزتش، خونش مکمل چیست؟ محفوظ و مسئول است. اسلام دشمنی ذات نیسته، تا دین روز میکشتیشه. با مجرد تبدیلی مفکوره چی شد؟ برادر حالی از پیش دفاع میکنی، آبرویش، عزتش، مالش مکمل. اسلام دشمن زوات نیست، دشمن انسانیت نیست، دشمن حیوانیت است، دشمن ظلم و فساد است که توسط این حیوان صفتا جاری میشه، نافذ میشه در جهان. امروز نافذ نمیشه. کدام تعذیبایی که در زندانا این مردم ها را داده، آیا در بشر تصورش میشه؟ قطعا نمیشه. این مردم ها کدام کار است که نکرده؟ علی جنایات خودشان، با تاسف که او آمده کامره را دستونوی ما گرفته، کلی رازایش بر ما فاش کرده رویسته، و خودش بگوی همه روز ذبح میکنه، بگوی مردم سری سگا میکشه، نعوذ بالله سری مارا میکشه، و هیچ برملا نمیشه. و همونطور پنهان است. خروز فرا میرسه که کلش برملا شود. چی شود؟ برملا شود. و نفسر الآیات لقوم یعلمون. الله اکبر، چه نکته باریکی است. خبرداری؟ الله متعال میگه ای کسایی که در ترجمه قرآن نشسته، و نفصل الآیات، ما واضح یکه جدا تشریح میکنیم، بیان میکنیم. خب برای کی؟ برای کدام قوم؟ قومی که تذکیری باشه، مسلمان تذکیری، مسلمان میراثی. لقوم، برای قومی که یعلمون میدانه، این نکته ها را درک میکنه، دشمن خدا میشناسه. دشمن کیست؟ دوست کیست؟ ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ اون مسلمانایی که نه هو بگویی طرف یک 4 دقیقه عرق خدا طرف بیف با صبح خیلی چشمای تسیاه که خب عبادت کردی هو آوازی سگه بده، نعوذ بالله صبا مردم ها میگی که تنها من جنتیستم، دیگه چیز نداشته باشی.
عجیب است. امروز از اسلام چی ساختن این مردم؟ کدام گپ ساختن؟ اسلام نظام است. اسلام نظام است، بعد شناخته شود، بعد فهمیده شود. خوی گپا برای کسی است که یعلمون، علم داره، علم بر کس نیست. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، وقتی که میده میکنه قسمای خود، تعهدات خود، من بعد عهدهم، پس از پیمانای محکم خود. و طعنوا فی دینکم، عیبگویی میکنه در مورد دین شما. الله چی میگه؟ فقاتلوا ائمه الکفر، سرچشمه کفر، کسایی که محرک است واره اول از بین ببره. این پاژا پوشی را چی میکنی؟ از کارا میکشی. بیخه انهم لا ایمان لهم، این مردما قسم مسم نداره. لعلهم ینتهون، بخاطر که قرار شود اینطور مرعوب شود که دیگر روی خود طرف افغانستان دور نده. نام افغانی را برش بگوی استفراغ سرش بیاره. افغانی پدرای ما همینطور بود. الله مغفرت کنه، جهادایشان الله منظور مقبول بگردانه. اما ما امروز تاریخ ایتور ملوث کردیم. خو ایتور تاریخ چیسته؟ نامردی نوشته شد که هیچ جمع نمیشه. تاریخ نامردی نیست، راستانه بگوی. پدرای ما تلخان بود، لاتی میگفت چی را؟ انگلیسه. چی میگفت؟ گفت لاتی آمده، ماندنیش نیستیم. تا کجا را؟ تا اتک روفان داشتنی؟ می روفان یا نه؟ امروز مشاوری ماست، وزیری ماست، حاکمی ماست. نان بدون ازید دسترخوان برای مزه نداره. عجیب است. خیر چطور شده میتونه؟ مقایسه کنی خود با اجداد و پدرایتان. سرزمین مجاهدین، حالی سرزمین مجاهدین است. خب مجاهدین وجود نداره. سرزمین است. سرزمین از اول هم بود، هست هم انشاءالله باقی هم خواهد بود. اما ما مجاهدین نیستیم، ما نمیفهمیم. آیات ها درس عظیم است. الله میگه اگر یا قسم و تعهد خود میده میکنه و طعن در دینتان میگه. علما اختلاف داره، تا که میگردو امر نشده. اگر تعهد قطعی کافر داشتی تعهدش میده نشده. میده وقتی میشه که میده کنه خودش تعهد و طعن در دین بگویه. بعد از دیگه این عهدش میده شده. لیکن ایرا امام ابو حنیفه رحمه الله میگه لیکن نه، اگر یک کافر در این وطن آورده با مجردی که یک سخنی غلط در مورد دین گفت، ویزه خدا چی کرده؟ میده کرده، باطل کرده. ماندنیش نباش دیگه. او کی آمد قرآن ده کمودن داد، او کی آمد خلاف اسلام سخن گفت، او قابل کشتن است. قابل چی است؟ ولو که به امن آمده، بالکل ویزه گرفته. قرآن برات میگه سر اسلام چقدر تخت و تاز است. پیغمبری ما را کاریکاتورش جور نمیکنه. توهین به عایشه رضی الله عنها نمیشه. کدام موضوعات است که اینجا نمیآید، لیکن ما نیروهایش در وطن خود طلب کردیم. در دنمارک کاریکاتوری کی جور میشه؟ پیغمبر. ما نیرویش به حیث حافظ صلح در وطن نگاه میکنیم. تجارت ها قطش قائم است، معاملات قطش روان است. چی رقم مسلمان استی خیر؟ قرآن خب برات میگه که طعن در دین گفت گپ خلاص است. بعد از الله متعال چی میگه؟ فقاتلوا ائمه الکفر، شما بکشه سردارای کفر، اماما و پیشوایان کفر. کسایی که بنیاد کفر نهاد مانده اونها را بکشه. قرآن کریم به یک نکته عجیب اشاره میکنه. اون نکته بسیار عجیب است از هر نگاه. یکی سرچشمه فساد است، یکی جزئیات فساد است. شاید جزئیات فساد زیاد باشه، اما سرچشمه فساد در کجا هست؟ سرچشمه باید گم شود. پودری خو هست، یک نفر پودر میکشه، لیکن در کجا هست که پودر میایه فروخته میشه، دکانداری میشه؟ در کجا؟ این از بین ببریم. شراب نخوری، تجارتش از کجا میشه؟ گمرک در کجا میشه؟ خب مردم بیرون میبینی زنا را، این بیخی قلوچ است برادر، بچه را میبینی اینطور. ریشه فساد بند که جناب، این بچه را چی میکنی؟ بچه بیچاره جوان آدم هسته، شو فیلم اندی را سعی کرده صبح خدا عیار کرده به او، تو برو فیلم اندی را میده کو. اون نشریات که چی میشه؟ دولت توی را من نمیتونی، فیصدی تسری هر چیز قبول میتونی، این گپا را من نمیتونی.
یکی امروز به کدام طرف مردم روان است؟ ایره من نمیتونی، ایره مردم میگه ریشه فساد. قرآن کریم میگه ریشه فساد از بین ببر. فقاتلوا ائمة الکفر. یکی جنگ کننده است، یکی محرک جنگی است. محرک جنگی را از بین ببر. طیاره بی پیلوت چیزی نمیتونه تا وقتی که مرکز کنترل میکنه توسط چی؟ کامپیوتر.